شستن قلمو پیش از نقاشی چیزی بیش از پاک کردن رنگ است. آیینی است شبیه شستن دل پیش از نیایش. فرض کن در آغوش طبیعت نشسته، جایی که هر برگ لرزان و هر صدای پرنده تو را به درون خودت میبرد. آرام آرام قلمو را بر سطح بوم میلغزانی و هر رنگ انعکاسی از آرامشی است که از اعماق وجودت جریان دارد. این لحظه پلی است میان جهان بیرون و جهان درون، جایی که سکوت با نغمه‌های طبیعت آشتی می‌کند. اینجا نقاشی فقط یک کار هنری نیست، یک مراقبه است. هر خط، هر سایه و هر نقطه بخشی از سفری است به سوی صلح درون. صلحی که اگر در قلب هر انسان جاری شود، جهان بیرون نیز رنگ دیگری خواهد گرفت. رنگی بدون جنگ، بدون خشونت، با درک بیشتر و مهربانی عمیق‌تر. و تو که این لحظات را ثبت می‌کنی، با هنر، با دیدن، با بودن، در حقیقت در کار ساختن جهانی آرامتر سهم داری. هر تصویری که صلح را نشان دهد، هر کلمه‌ای که امید را زنده کند و هر لحظه‌ای که انسان را به خودش نزدیکتر کند، قدمی کوچک اما واقعی است در راه ساختن دنیایی که در آن صدای پرندگان از صدای جنگ بلندتر است. این تصویرها فقط لحظه زیبا از طبیعت نیستند، یادآوری این که صلح از درون ما آغاز می شود، از همین نشستن آرام، از همین گوش دادن به طبیعت، از همین آفرینش.